خبرهاست که ما خبر نداریم. پیغمبر یه انگشتر عقیق داشتن، خب یمنی‌ها می اومدن و می رفتن که سلمان فرمود به یه حکاک بگو این جمله رو بنویس رو انگشتر من: اشهد ان لا اله الا الله. سلمان اومد تو بازار به انگشتر ساز گفت بیا به خاطر منم. پیغمبر قبول داره، شهادت بر رسالت پیغمبر رو هم حق گفت چشم. انگشتر رو آورد خونه داد به پیغمبر دیدم 3 جمله رو انگشتر: اشهد ان لا اله الا الله و این که تو رسول اللهی و ان علی ولی. پیغمبر فرمود سلمان من یه جمله گفته بودم روی این انگشتر حق کن. جبرئیل اومد گفت آقا خدا میگه خواست تو اشهد ان لا اله الا الله، خواست سلمان شهادت به تو بود، ما سلمان رو قبولش دارم، و اما خواست خود من اشهد ان علی ولی